دیدی جدیدن یه سری ویدیو وایرال شده که توش معمولا سلبریتی ها بچگی خودشون رو بغل میکنن، با هم لبخند میزنن و صحنه‌های احساسی رو درست میکنن. خب این یه هوش مصنوعی جدیده که چند روز پیش خودم یه نمونهشو ساختم براتون گذاشتم و قول بهتون دادم که آموزش رو براتون بذارم. بچه‌ها به خاطر موزیکش فکر میکنم اینستاگرام یه خورده حساس شد و همتون نتونستین ببینین. یه تیکش رو براتون میذارم، ولی قبل از اینکه ببینی بچه‌ها آموزش این ویدیو هر جایی نیست. خودتون هم میدونین کسایی که آموزش میدن معمولا یه نکته رو میپیچونن که اصلا کلا یاد نگیرین، ولی من کامل بهتون یاد میدم. توی کامنت ها سوال داشتین ازم بپرسین. قبل از اینکه بریم واسه ویدیو ذخیره یادت نره که یاد بگیری، گم نکنی و با من قدم به قدم پیش بری. کامنت و شیر و اینا هم یادت نره که دیگه از من حمایت کنی. بریم واسه ویدیو. خب وارد گوگل میشین، آدرسی که براتون نوشتم و دقیقاً سرچ میکنین. به آرامش دقت کنین، سایت های مشابه زیاده. اولین سایت باز میکنید، وارد برنامه میشید. اینجا با گوگل یا ایمیل وارد میشین که گوگل خیلی راحت تره. من با ایمیل وارد شدم، کد رو وارد کردم. بعد از این مرحله روی این گزینه میزنید و بعد گزینه اول. خب وارد برنامه میشین. از این قسمت عکستون رو وارد میکنین. از قبل باید عکستون رو کالج کرده باشین، مثل این نمونه‌ای که براتون گذاشتم. خب تا بیاد عکس آپلود بشه، این کارهای دیگه است که قبلا برامون ساخته. خب عکسمون آپلود شد. بعدش این جمله‌ای که براتون نوشتم و دقیقاً همین قسمت وارد میکنید. جمله رو براتون توی کپشن میذارم. بعدش روی این گزینه میزنید و تمام. نکته آخر این که توجه داشته باشین، با هر ایمیل فقط چند تا تصویر میتونید بسازید، پس حتما توی انتخاب تصاویرتون دقت کنید. حتما از تصاویر با کیفیت استفاده کنید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.